سلام بچه ها، خوش اومدیم به این ویدیو. اومدیم مپ پارکور، نمیدونم از توی سیا بریم نکنیم گرد. خب بریم از ویدیو بدون مورد اصلا نمونه یه چی حرف بزنم با تو یادم نمونه من این یه چنل جدیده، چنل من و سیاوشیمی بچه دیگه اینجا با هم دیگه ویدیو میداریم. زیاد فکر نکنم شما من بشناسید، چون که چنل اصلی من فکر کنم پاک شده، شاید نباشه، پاک نشده باشه، خودم نمیدونم. ولی الان چنل منه ولی ما هم من سیاوشیمی ویدیو میگیریم. بعد این ویدیو نم چی میکنیم، بعد این ویدیو اسمش چیه؟ ویدیو من سیاوشیمی میگیریم. یه لحظه بایست. خب اشتباه شد، یه لحظه بایست. خب بریم مسابقه. چی بگم؟ خب در مورد چی حرف بزنیم؟ به نظر من مرد خوبیه، میخوام با سیاوشیمی رو بریم. نه سیاوشیمی قبول میکنه یا نه؟ بچه شما یه چی؟ چرا ما وقتی سر چی اونو میدونی؟ چرا وقتی سر سرور اترنوکس مپ میریزم برای من باگ داره؟ اگه اینو میدونی حتما باید کامنت ها ببینید. باقی مپ دیگه بدم دیگه حرف بزنم. بچه بقصد اگه یه جای ویدیو قطع میشه. برنده بشه بهترین کارکور پلیر. خب ببینیم کی برنده بشه. ببینم من از سیاوشیمی. بچه لایک و سابا حتما بزنیم و به یکی برسیم. نه لایک و سابا رو برسیم به 50 تا که بتونیم همچی کنیم لایک ویدیو بذاریم. بریم از بقیه. نکنید این اسکین رو ببینید، این اصلا تقلبی نیست. یکی دیگه از عکسش نمچیه، عکس چنل سیب زمینیه، نمیدونم خب ولی اون اس داره پشت سرش. نه یه خارجیه پشت سرش اس داره. اون شبیه منه ولی من نیست، چون پشت سرش اس داره، من ال دارم. همینی داریم میگید اسکین رو تقلبی. ولی ویدیو رو حتما سیاوشیمی میگیرم، ویدیوش هم میذارم ببینید. اینجا لایک و سابا رو بهتر کنیم. بکنیم بالاتری بخشش باشه. را
بچه ویدیوشم نگاه کنید بچه. اگه این مپ رو دانلود کردیم انقدر مستقیم نباید اونجا باش بریم هر روی ببریم مستقیم تبش یکم باگ داره. همین الان من نیگه از نوینم کنم. بچه باید همچی کنیم. میخوام بهتون یاد بدم چطوری 5 بلاک بکنیم. آموزش در ویدیوی قانون. بچه نگاهتون میدونم ویدیو چی شد. خب نگاه کنید قرد شده. نگاه کنید اینجا وای میستیم یه دابل جامپ میزنیم. نه اشتباه بایستیم اینطوری نه اینجوری. حالا اگه برم تهش هم باید جا تهش بنادرتون چطوریه این خودم نمیدونم. خب بسار اینجا نگاه کنید من اینطوری یه حتی دارم فشار میکنم. بچه بایستیم نه بلشیم همینطوری باید جلوتون برم. فکر میکنی الان چیت زدم چون که من اصلا چیتر نیستم. خب نگاه کنیم بچه اینطوری یکی میپره اینجا لبش هم باید میپره اینطوری میتونیم 5 بلاک بپریم و اینطوری میشه شما میتونیم بلندترین پرش کل ماینکرافت رو بزنیم. اوکی فهمیدیم بچه بلندترین پرش کل ماینکرافت. یا بچه اینو بریم درسته بسیم. خب بریم واسه اشتباه شده بریم واسه بقیه چیه خاطی کرد بچه هیچ اتفاق نفته. خب میخوام بگم اگه میخواین شما مپ نصب کنی حتما ماینکرافت مپ نصب کنی. بهترین جایی که میتونی ماینکرافت نصب کنی. اسم این مپ رو میذارم اگه میخوای برید دانلود کنید نصب کنید و بازی کنید. نظر من ماینکرافت مپ بهترین جاییه که میتونید مپ دانلود کنید. آره خب دوست داریم تمامش کنی دیگه همین سریع بریم تمام کنیم. من وقت ندارم میخوام فقط سریع تمام بشه که اینم تمام نمیشه. بسته دیگه بالاخره اون کیه برده رو باید بکشم. باید چیکار کنم دکمه این دیگه چیه چهار طرفش فکر اینطوره. آره چهار طرفش اینطوره. آره این آخرین جاشه بکن اشتباه نکن. خب بچه GTA بازی آقای کامنت ها بنویسم. ماینکرافت پلیران لایک کنم ببینیم کدومشون بیشتره. چون نمیتونم برم رو خواه سری وقت نیست الان حافظم پر میشه نمیتونم ویدیو رو بگیرم دوباره چی؟ یعنی اولین بار
یعنی ویدیوهای دیگه گرفته بودم حافظم پر میشه، اولین بار واسه این ویدیو مثلا. یکی دیگه مونده، یکی آخریش نانتی آخری نابود شد پورتال تمام شد. دیدی بچه ها، مرسی که تا آخر ویدیو نگاه کردین. لایک و ساب بهتره کنین و تا ویدیوهای دیگر بدرود.